الحمید. چرا؟ به خاطر که آب و هوای اطراف مکه خیلی زیاد خوشگوار بود و اونجا اولادا که تربیه میشد و خیلی تنومند می آمد، بسیار سالم، وجود سالم می داشت. از او خاطر یا اولادای خدا می دادن که چیستا در اطراف و خارج مکه برده شود. امروز هم همونطور است. کدام آب و هوا و طبیعتی که در دهات است در اینجا نیست. اونجا تنها آبش آنقدر کیفیت داره که هیچ پرسان نکن به نسبت در شهر یک دم هوای آلوده است، هر روز طفل میبینی مریض است، دچار اسهال است. لیکن در دهاتا ببینی هسپتالا و شفاخانه وجود نداره، دکتر وجود نداره. در سال یک دفعه اگر طفل او هم یک کمی بی‌توجهی مادر میباشه که مراقبت درست نمیکنه، وگرنه اونجا هیچ مریضی دیده نمیشه. علتش است که همه چیزا طبیعی است، اونجا همه چیزا نرمال است، با وجود خیلی چی داره، فایده داره. واتقوا الله، بترسی از الله تبارک و تعالی، تمامی امور مطابق حکم الله پیش ببره. و علمو بدانه ان الله، که یقینا الله تبارک و تعالی یقین کنه، بما تعملون بصیر، به تمام کردارایتان الله بیناست. کل حرکات زندگیتان الله مراقبت میکنه، میبینه. اگر معامله نیک میکنه، چقدر روش نیک میکنه. زن عالی حامله، زن عالی اولاد شیر میده، تو قطعش در کارا کمک میکنی، ایره رشد میدی، ایره قطعشی همکاری میکنی، الله میبینه، الله کامل میبینه. یا نه که من مرد هستم عالی، زن اگه هر قدر تکلیف و مریضم باشه جام آب تو طلب میکنی که بیار، و برادر این خواب است، از خواب میخیشه. خیر سالی تو مرد هستی چیزیت کم میشه. این زندگی دین است، زندگی دینه، نمیتونه زندگی را نشان میده. نه که من مرد هستم دیگه بس خلاص، زن هر چیزا برای ما بکنه، اگر میموره اگر زنده میشه. والذین یتوفون منکم، قدر مدت تیر کنه، چقدر عدت داره، سوگواریش چقدر است. والذین یتوفون، و کسانی که وفات کرده میشه، منکم از شما، یعنی از دنیا رحلت میکنه. و یذرون، میگذاره، ازواجا زنای خدا، یتربصن، انتظار بکشه می زنا، بانفسهن، بالای نفسای خود، یعنی نکاح نکنه، از این خانه نبرایه. 4 اشهر، 4 ماه و 10 در روز، 4 ماه و 10 روز تیر کنه. بعد از او باز میتونه امرای کسی دیگه نکاح بکنه. فاذا بلغن اجلهن، وقتی که رسیدن به میعاد خودشان، یعنی وقتی تیر شدن عدتشان رسید که 4 ماه و 10 روز است، فلا جناح علیکم، نیست گناه مؤاخذه بالای شما، فیما فعلن، دو کاری که انجام میده زنا، همین زنی که شوهرش وفات کرده، فی انفسهن، در مورد نفسای خود، اگر زینت میکنه، اگر کالا را میپوشه، بالمعروفی که موافق شریعت باشه، پسندیده باشه، یا معتاد در بین مردم باشه. والله بما تعملون خبیر، الله به تمام کردارتان خوب آگاسته. که قطعی زنی که شوهرش وفات کرده، ظلم کرده، زدن کرده، چطور کرده، یا ایرا موافق شریعت خدمتش کرده، در این عدت وقت خدا سپری کرد در خانه شما. زمانی که شوهر یک زن وفات میکنه، اینجا مراد از زن غیر حامله است. زن حامله عدت وفات شوهرش نمیسته، عدت وفات و عدت طلاق، فقط وضع حمل است. اما اولادش که پیدا میشه عدت تکمیل میشه. اما زنانی که حامله نیست، عدت وفات 4 ماه و 10 روز است. 4 ماه و 10 روز چرا است؟ اصلا در 3 ماه اگر بچه باشه در 3 ماه حرکت میکنه، اگر دختر باشه در 4 ماه حرکت میکنه دیگه. 10 روز به خاطر عزیزته که خوب اطمینان پیدا شوه که نمی زن در شکمش اولاد است، چون که اولاد از شوهر سابقش می باشه که وفات کرده، در نسب اختلاط پیدا نشوه. از او خاطر اینقدر مدت باید زن انتظار بکشه که معلوم شوه که از شوهر اول اولاد باقی است در شکم یا نیست. 4 ماه و 10 روزه الله به این خاطر مقرر کرده. عالی وقتی که نمی زن 4 ماه و 10 روزه سوگواری میکنه یا ترک نکاح میکنه. همچنین احداد یک چیز میگه در شریعت اسلامی. پیغمبر علیه السلام میگه کدام زنی که ایمان به الله به روز آخرت داره باید ترک زینت بکنه بالای مرگ شوهرش 4 ماه و چند روز 10 روز. این به او زنی است که شوهرش وفات کرده، در این 4 ماه و 10 روزی در خانه دیگه نمیره، در خانه همی شوهر زندگی را تیر میکنه، اما اتاق جدا با ایورا با یک گپا یک جا نمی باشه. این کالای زیبا زینت نمیکنه به خاطر که یک نوع نعمت از دست داده. شوهر
شوهر نعمت بزرگ بود، شریک زندگیش بود، ای از دست داده، باید اینمی قدر غمزاری را ای تیر بکنه. از یک طرف مسئله نسب معلوم میشه، از طرف دیگه به مردم بی حیا معلوم نمیشه که زن این قدر نعوذ بالله بی حیا بود، اونجا مرده شوهرش تا آلی رقمش سرد نشده و ای در دنبال شوهر دیگه است. نعوذ بالله مردم بازی را طعنه و بدنام میسازه که تو سیکو ای چقدر تشنه و گشنه بود، ایگه پارا میزنه. الله تبارک و تعالی در هر حکم مصلحت های عظیمه گذاشته. آیا سوال در این وارد میشه که چرا شوهر خیر اینقدر مدت گزاره نمیکنه که باید مثل که زن 4 ماه در روز؟ شوهر خب به خاطر که اینجا زن اولاد شوهر در شکمش موجود بود، از او خاطر ای باید انتظار بکشه که به خاطر نسب اختلاط پیدا نشود. اگه این نکاح میکرد زودی کده شده میتونست که اولاد از شوهر سابقش می بود، او ثابت میشد به شوهر دومی. از او خاطر و در اینجا باز نعوذ بالله در بین امی دو شوهر در بین اولادایش نکاح می آمد، نکاح قطعی برادر و خواهر خود میشد، اختلاط نسب میاد. از او خاطر این حکمت است که زن بعدی مقدار تیر کنه. یکی دوم، زن وقتی وفات میکنه شوهرش میتونه در این خانه زندگی بکنه، اولادم مراقبت میتونه، همه گپا، چرا نانو همه گپای خانه را خود میتونه انجام بده. اما شوهر وقتی زن از دست بده، خصوصا اولادم باقی مانده باشه، یک روز سرش قیامت تیر میشه. نانو امی چیستا پرستاری خانه را ایرا نمیتونه. از امو خاطر است که حکمت است که شوهر ولو که زنش امروز وفات کرده صبا قط یک زن دیگه نکاح میکنه، این درست است. چرا؟ منظور اینجا آبادی خانه است، تربیت خانه است، انتظام خانه است. انتظام خانه توسط ازی برابر میشه و اینجا کدام اختلاط نسب و گپا نمیاد. از او خاطر زن اونجا 4 ماه و 10 روز انتظار بکشه. این 4 ماه و 10 روز فقط در مرگ شوهر است، نه در مرگ قریبی خود. از امو خاطر است که ام حبیبه رضی الله عنها مادر مؤمنات دختر ابی سفیان است. و وقتی که پدرش ابو سفیان وفات کرد 3 روز بعدش در حالی که عادت سرمه کردن چشمه نداشت، چشمه خود سرمه کرد. کسی از پیش سوال کرد که ام حبیبه تو خو عادت نداشتی چشمه را همیشه سرمه کنی، امروز چرا سرمه کردی؟ گفت به خاطر سرمه کردم که از پیغمبر علیه السلام شنیدم که کس که غیر برای هیچ زن جایز نیست که بغیر از شوهر خود سر کسی دیگر زاید از 3 روز سوگواری بکنه یا غمزاری بکنه. تا 3 روز غمزاری میکنه یعنی ترک زینت توی گپا، اما بعد از او باز نمیکنه. من به خاطر چشما را سرمه کردم که کس نگویه که به خاطر مرگ پدری خود این چشمای خود چی نمیکنه، سرمه نمیکنه. از این خاطر ببین ازواج مطهرات چقدر پابند حکم شریعت است. حتی در جایی که توهم میشه که مردم شاید امیطور نسبت برش بکنه، برای دفع امی توهم هم یا عمل به سنت رسول الله میکنه، به خاطر که مردم نگویه که این چی چشم سرمه نکردن به خاطر مرگ پدر است. امروز که میبینیم در معاشره خود ما شوهر که وفات میکنه، خصوصا زن جوان، اول قاربش پدرش میره، از دستی که زیاد سرخ آمده 7 لک روپه و 6 لک روپه را از او گرفته، آلی تلاش میکنه که 7 لک دیگه هم نقد شد. از امو خاطر دختری خدا آنه بانه کرده چی میگه؟ آلی محرمی جا نداره، آلی این طور است، آلی اون طور است، ایره من در خانه خود میبرم. ایره خلاف شریعت میکنه. چرا؟ در شریعت 4 ماه و 10 روز غمزاری و سوگواری را امی زن در اونجا بکنه. اگر تو میگی که این محرم نداره، چرا؟ آلی امی طفلی که در شکمش است این محرمش است، یالی اینمی رابطه را قطعی اینمی خانواده قایم کرده، بری تو جایز نیست که را ببری. بله اتاقی علایده برش بکار است، نان و نفقه و همه گپایش سرمی وارثی نشسته، بردن قطعا حرام است، نادرست است تا که وجه شرعی موجود نباشه. بله اگر احساس خوف و خطر پیدا شد، باز اونجا پدر میتونه عذر شرعی پیدا میشه، برده میتونه. خب بازم زن در خانه پدر نه چشما را سرمه میتونه، نه کالای خوب پوشیده میتونه، نه آلی او طور گپا نیست. دین روز شوهرش وفات کرده، صبا توی بچه کاکایش است در هتلا رقص کرده رویسته، کالای جدیده. این در دین حرام است، گپا غلط است، نادرست است، نکوی کارا را. امروز برخلاف برعکس حکم اسلام دخترها را وقت میبره، لیکن همشیره ها چی میکنه؟ مادرها چی میکنه؟ اولادش وفات کرده، بیادرش وفات کرده، 3 روز خود چی میکنی؟ 1 سال تیر شده خو عید نامده در بین، حالی که عید میایه این زن نه کالا به خود میکنه، نه لاکت میندازه، نه دستخی نمیکنه. چرا؟
والا 1 سال پیش بیادرم وفات کرده، 1 سال پیش بچه‌م وفات کرده، خلاف شریعت عمل میکنی گناهگار میشی. غمزاری فقط تا 3 روزه بود، بعد از او غمزاری قطعا نیست. تو به فیصله الله باید تسلیم باشی. این مرگ و زندگی در اختیار کیست؟ الله تبارک و تعالی است. از او خاطر خواهران را توصیه میکنیم که کسی که پیش برادر و یکی از اقاربش وفات کرده غیر از شوهر، حالی که عید میایه او دستار خینه نمیکنه و چشما سرمه نمیکنه، کالا نمیپوشه، چرا؟ ما بیادرم 6 ماه پیش بیادرم وفات کرده بود. این گپا غلط است، نادرست است و عوام هم می کار میکنه. اول دمی خانه مرددار جمع داخل شده. و برادر تعزیت فقط تا 3 روزه بود برای کسی که حاضر باشه، یک برای کسی که غایب است هر وقت قیامت میتونه یک آدم تعزیت بکنه، اما با کسی دیگه تعزیت ها نیست. شما امی روزی خوشی ایده سر از او روزی غم جور میکنه، اما غم تازه میکنه، خلاف دین عمل میکنه. خلاف دین عمل نکنه. بس مسائل بود از تعزیت تا 3 روزه بود، بعد از او دیگه گپا نیست. حتی بعد از 3 روز امی خود خانواده مرده‌دارم به خاطر از اینکه ما مرده شده نمیرم در کار در دکانی، غلط گپ است. در روز 3 بعد تو در دکانی حاضر باشی، در معلمی حاضر باشی، در کاری حاضر باشی. مرگ و زندگی این لازمه زندگی ما و شماست. الله تبارک و تعالی را مقرر کرده و ما به سر و چشم چی داریم؟ قبول داریم. ما از فرمان الله بیرون نمیشیم. قرآن کریم در اینجا بعد این حالت عدت که تکمیل شود تا عدت خو زنا می باشه، بعد از خلاص شدن عدت زنا که در نفس خود چیزی میکنه، دستخینه میکنه، کالا میپوشه، اما خلاف شرع کار نمیکنه، در حدود شرع زیب و زینت میکنه به خاطر که شوهر دیگه ای را به نکاح بگیره، بالکل برش جایز است، کسی را مانع شده نمیتونه. اما در رواج افغانای ما چطور است؟ دختر رفته در خانه پدر، خب وقتی که او را ببینه که کالای خوب پوشیده از اینجا طعنه را روان میکنه، نمیمانه که او قطعی کسی دیگه نکاح بکنه. و برادر اینی عدت بود، تکمیل شد، حکم شریعت در سر رسید، آلی دلش که در هر جای نکاح میکنه. بعضی خو قیدا میمانه. قیدا چطور میمانه؟ تو خو میری، خو لیکن یک توصیه برات میکنم که فلانی خاندان شوهر نگیری. و برادر در فلانی خاندان شده میتونه مرد متدین و دیندار باشه، او تو مرا مکلف میسازی که اونجا شوهر نگی. این شرطا و قیدا را شما از جان خود کشیده. در دین اسلام شرطا و قیدا نیست. فلا تعضلوهن، منع نکنی زنا را در آن چیزی که یا خوش میکنه و مناسب شوهر پیدا میکنه نکاح بکنه. والله بما تعملون خبیر. در این اسنا کدام معامله که امرای همی زن شما میکنه الله مکمل خبردار است. آیا شما معامله ظلم میکنه یا موافق شریعت قطعی زن عمل میکنه، نان نفقیش خوب درست میده، امی قدر وقت در اینجا نگاه میکنه، کلش الله میدانه. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبه النساء. در حالت عدت 3 چیز ممنوع است، 2 چیز جایز. 3 چیزی ممنوع کدام است؟ وقتی که یک زن در عدت باشه، اول وقتی که خواستگاری میکنی خواستگاری صریحی نکنی. زن که در عدت است نگویی که تو باز تو را من میگیرم، تو خود در نکاح ما بده، صراحتا خواستگاری نمیکنی. 1. دوم نکاح نمیکنی، ایام حرام است در حالت عدت. اگر کسی در عدت نکاح بکنه زناست، نعوذ بالله، ایشو مرده میشه. اما الله رحم بکنه، مجاهدین ما آنقدر جاهل بود، قماندان آمد، زنی که عدتش تیر نشده بود، اول پدری مرا اینمی طور برش گفت که بسته کنی کاره. پدری ما را الله جرأت بده، الحمدلله، در حالی که 2 نفر خوب سوتکوی کرده بود اونجا بسته کرده بود، از دستی که به زور نکاح بسته کردن. وقتی که دختر کاکا و پدری خود دید که لط میخوره، اول خود قبول نداشت. یک مردی خیلی پیره که در راه گشته نمیتونست، دختری جوانه، ای دختر جوان چیغ میزد که قبول دارم، به خاطر که پدر و کاکا را میدید که چی لط میخوره. وقتی که نکاح را میگه بسته کن مولا، گفت ما بسته نمیکنم. گفت قطعی از او مشوره کو. گرنوفا میگفت قطعی از او مشوره کو که بسته نمیکنی. پدر ما برش گفت که گرنوف است که قطعی تبر گوشتی مرا اینی قدر بکنی ما بسته نمیکنم. این در دین نارواسته. مولا صاحب جانانه دیگه در پالو بود، برای از او که پیش کرد الحمدلله الذی، لعنتی الله سرت نمیشه. همین مقاومت که عالم میکنه تو هم بکو. ما اینطور مجاهدین داشتیم، خب اینطور مجاهدین داشتیم. به هزارا زن دمی دوران بزور نکاح کرده یا نکرده؟
به زور سوټه نکاح کرده، برای خود زن جور کرده، عنوانای مختلف برای خود پیدا کرد که شوهرش کمونیست است، الا نکاح کنه، زن شیدا را نکاح میکردن. ما چطور مجاهد باشه؟ مجاهد کیست؟ عجیب مجاهد. پیغمبر یک مجاهده که تنها گردنبند شتر را بدون تقسیم غنیمت دزدی کرده، پیغمبر میگه در جهنم است. دین اسلام خیلی طور نیست که هر کس تفنگش نکرد وحی از آسمان آورد معاف شد در جنت داخل شد. امروز ببینه هر کس شهید، هر کس چی کارا کرده چی کارا نکرده، هر کس نامی پاک مجاهد سری هر کس گرفته نمیشه، نامی پاک شهید سری هر کس مانده نمیشه. امروز قطعی قواهای دشمن در مقابل دین می جنگه، باز میای خانوادهش بیرقا را در سر قبرش بالا میکنه. تو یک دفعه عقیده به دین داری یا نه؟ تو او را شهید میگی. کلمه پاک شهید ده همچون مردم مانده رایستی. کلمه شهیدی طور نیست که سر هر کس آلوده و نالوده مانده شوه. با تاسف در وطن ما این جنجالا و گپا زیاد بود. چرا زیاد بود؟ او آدم در عمر قرآن نشونیده بود، در عمر می آیت نشونیده بود که حقوق چی رقم است، اسلام چی رقم است. او میگفت چی میگفت؟ این مردکه ضرورت داره برادر، یک زمینه که آدم او بده چقدر ثواب داره، یک زمینه که او بده چقدر ثواب داره. این را میگه دلایل عقلی خود ساخته نعوذ بالله در برابر چی احکام الله. کلش نمیتون روان بودن، سوتکوی کرده. این دین نیست. دین برای خود حدود داره دین. ایتو نیست. نکاح را بسته کرد. خب قرآن میگه ولا جناح علیکم، نیست گناه بالای شما، فیما در او الفاظی که عرضتم شما به طور اشاره ذکر میکنه، به طور تعریض بهی به او الفاظ. چی چیز است همون الفاظ؟ من خطبت نساء، از خواستگاری یا پیغامی زنا. به زنا پیغام میده در حالت عدت، لیکن صراحتا نه کنایی. آمده ای در پیش زنی بیوه نشسته ای، خانمم ویران است، خیلی یک زن شرافتمند، انشالله ما در صدد و در تلاشی طور یک زنی هستم که او نمیتونه اوصاف داشته باشه. در گوشش زدی که یه اوصاف خود تو موجود است، یعنی ما اراده نکاح تو را دارم که کسی دیگه از ما پیش دستی نکنه. خود صراحتا نمیخوایی که خود عدتت که پوره شد باز قطعا نکاح بکن، اینطوری نگو. یکی او اکننتم فی انفسکم، و همچنان گناه نیست اگر شما میپوشانی پوشیده نگاه میکنه قصد نکاح را فی انفسکم در نفسایتان قصد نکاح را قطعی زن داره، ای پروا نداره. دو چیز روا شد. در می حالت عدت به طریق کنایی او را گوش زد دادن، او را آگاه کردن، ای هم پروا نداره. و یکی در دل قصد و اراده نکاح را داری، ای هم پروا نداره. علم الله، معلوم کرد الله، انکم که یقینا شما ستذکرونهن، زود است که یادآوری کنه بری زنا، یعنی یادآوری عقد نکاح را بکنه که ما اراده نکاح را قطعی تو داریم. الله چی میگه؟ ولکن لا تواعدوهن سرا، پت وعده نکنی. یکی پت وعده نکنی که در بین خود پسک کنه و بگوی که ما تو باز جور میایم، این گپا نکنی. یک الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر که شما سخن پسندیده و موافق شریعت بگویی. سخن پسندیده و موافق شریعت کدام بود؟ به طریق کنایی بود. به طریق چی بود؟ پس صراحتا خواستگاری نکنی. یکی پت وعده نکنی، یکی خواستگاری صریحی نکنی. دو ولا تعزموا، شما قصد نکنی عقدتا نکاح، عقد نکاح را دمی حالت عدت. سه چیز ناروا شد: عقد نکاح، صراحتا خواستگاری و پت وعده کردن. این سه ناروا. دو چیز روا شد: یکی در دل قصد نکاح کردن، یکی به طریق کنایی او را در گوش خبر کردن. حتی یبلغ الکتاب اجله، تا که برسه کتاب یعنی میعاد امیم عدت اجله، دمو نهایت خود، دمو تاریخ خود. تاریخش کدام است؟ که 4 ماه و چند روز است؟ 10 روز. وعلموا، بدانی ان الله یعلم، که یقینا الله میداند ما آن چیزی که او اراده و عقیده و تصمیم فی انفسکم که در نفسایتان است. فاحذروا، خودداری کنه که امر غلط و خلاف از پیشتان نشوه، که صراحتا بزن بگوی تو را نکاح میکنم، یا عقد نکاح بکنه، یا نعوذ بالله چی بکنه؟ پت پسک بکنه. وعلموا، بدانی ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی غفور، مهربان ذات است که یک راه را براتان اعلان گذاشت. چرا اعلان گذاشت؟ اگر به طریق کنایی برش میگفتی من نبود،
اگر در دل قصد داشتی من نبود. حلیم بردبار، زود انتقام نمیگیره کسی که خطا شوه، بلکه موقع برش میده که انسان تلافی کاری خدا بکنه، استغفار طلب بکنه، توبه بکنه. لا جناح علیکم، نیست گناه بالای شما، ان طلقتم النساء، اگر شما طلاق میده زنا را، ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریضه، تا وقتی که شما قطعش هم بستر نشده و یا مقرر نکده لهن برای زنا فریضتا مهر. اگر نکردیم مقرر مهر و تالی را هم بستر هم نشده طلاق میده، گناه نیست. یعنی طلاق مثل که بعد از هم بستری و بعد از عقد نکاح صورت میگیره، بعد از اینکه مهر مقرر شده درست است، بنابر ضرورت شریعت اجازه داده. وقتی که در زندگی تلخی پیدا میشه و اردو توانمندی ادای حقوق نداره، در اونجا شریعت اجازه میده که طلاق واقع شود. قبل از هم میتونی که طلاق بدی. دختر طلب کردی، پس آن بری تو عیبا معلوم شد که یک آدم دوستی دامد همسایش برات میگه که او را خواستگاری کردی، الله اکبر، او را خواستگاری نکو. چرا؟ به خاطری که نه نماز میخوانه، شراب میخوره، در کوچه ها میگرده، و زنی نیست که عفت داشته باشه. حالی میتونی تالی را مهر مقرر نشده، هم بستری نشده، در خانه ناورده طلاق داده میتونی. قرآن کریم میگه که بالکل طلاق داده میتونی. یک لحاظ یا یک وجه از وجوب برش پیدا شده تو میتونی. چرا؟ شریعت بری توی اختیار داده، بالکل طلاق داده میتونی. خب بله، امی مجرد خواستگاری چه چیز سری تو لازم میگردانه؟ عالی، اگر یک زن تو طلاق میدی، مهر مقرر شده بود، این دو قسم است، زن یا آورده در خانه آورده هم بستری کرده یا نکرده. اگر کرده کلی مهر سرت واجب است. چرا؟ مهر مقرر کرده بودی. ولو که یک روز یک ساعت نگاه کرده پس اعلا کرده، هر قدر مهر که تعیین کرده مهر حقش هست از پیشت میگیره. در کابل خو مردم اویلیا را در خط نکاح میپرته، باز روزی که گپ بیا حیران میمانه که حالی چی کنم، چند بالا که اینجا بند کده میباشه که نه 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 نگوده. در وقت عقد نکاح در مهر خوب فکر بکنه، مهر صحیح بگیره. آن چیزی که حق دختر است یقینا به دختر میرسه، امو مهر بگیره. اینطور نعوذ بالله خیال پردازی نکنی که امو یک اتاق در مهر سنوهایتان گرفتی و کارا را نکنی. شما اونجا در نزد الله رفته نیسته. از امو خاطر باز دیگر روز امی حق پرداخته نمیتونی و از پیشتان میبره. کدام چیزی که برای زن در مهر نوشته شد بعد از عقد نکاح که هم بستری صورت گرفت کلی مهر حقش است میبره از پیشت، تو گریان کنی یا خنده کنی. اگر نیکی هم بستری نشده باشه مهر مقرر است، نصف مهر میبره. هیچ هم بستری نشده عقد نکاح صورت گرفته نصف مهر میگیره. اگر نیکی مهر مقرر نکده باز یا هم بستری شده یا نشده. اگر هم بستری شده باشه مهر مقرر نباشه مهر مثل لازم میشه. با مثل همی دختر از خاندانش که کدام دختر جوان توی شده چقدر مهرش که هست همون قدر مهر سری تو میشه، تو مجبور هستی که بپردازی. اگر نه که مهر هم بستری نشده باشه مهرم مقرر نشده اینجا سری تو لازم است یک جور کالا. شریعت اسلامی اینجا ایره تحدید نکرده، به توانمندی تو وادار ساخته که تو چقدر توانمندی داری و چه چیزا به حیث توفه به زن بدی. این امیر متعه یاد میکنه در شریعت اسلامی. این متعه به میطور زن چی است؟ واجب است. همین زنی که طلاق داده قبل از هم بستری این متعه دادن برش واجب است. اما مطلق زن که طلاق داده میشه تو یک جور کالا و گپا در آخر برش میدی مستحب است. در دیگه زنایی کم طلاق میدی این مستحب است. چرا؟ اسلام نه تنها که در عقد نکاح همه احترامات و حیثیت های متقابل در نظر میگیره، در حالت جدایی هم شیوه اخلاقی و اسلامی باید موجود باشه. صحیح است که زن حالی طلاق میدی اما یک مدت عمر نگاه کرده بودی، لباست بود او تو لباسی از او بودی، از او خاطر در وقت جدایی هم باید اینطور یک احساسی نفرت از تو نداشته باشه. اونجا هم از اخلاق اسلامی کار بگی، بسیار با کلمات محترم همین قدر بگو که ما تو زندگی نمیتونیم از او خاطر دیگه طلاق دادم، چون حقوق پرداخته نمیتونیم، بازم عزتمندی از او نگاه کو، جوری کالا را برش بده. اما این اخلاق اسلامی را حالی کسی یاد داره؟ جار و جنجال برآمده رئیس محکمه ها میده و میگه محرم است، در مهر گرفته و میگه نه در مهر دیگه چیزا دادم، دعواها شروع میشه، قسم ها خورده میشه، شهیدات تیر میشه، هزار قسم گمراهی ها در این صورت میگیره، هیچ آخرت در یادشان نمی باشه که الله قطعشان محاسبه میکنه. این خب کلش به الله معلوم است.
لا جناح علیکم نیست گناه بالای شما این طلقتم النساء اگر شما طلاق میدید زنا را ما لم تمسهن تا وقتی که شما هم بستری نکرده باشه به امرای زنا او تفردو لهن یا تا وقتی که شما مقرر نکرده باشه لهن برای زنا فریضه مهر و متعهن اینطور زنایی که محرم مقرر نکرده هم بستری هم صورت نگرفته و متعهن فایده برسانه به دادن چیز یک تحفه برای زنا این دادن چیز واجب است چرا این زنی است که مهرش مقرر نشده چقدر بده علی الموسع بالای کسی که توانمند است توانگر است قدره به اندازه قدرتش و علی المقتر بالای آدم تنگ دست قدره به اندازه امو تنگ دستیش هر قدر که توانمندی داره امو قدر باید جوره لباس و گپا را بریزن بده حقا علی المحسنین متاعا بالمعروف این فدادن یا تحفه دادن است به طریقی که پسندیده باشه مطابق عرف و عادت باشه که مردم طعنه نده که سیکو طلاقم داد تا ایج احترام تو را نکد حقا علی المحسنین ثابت است بالای کسایی که مردمای معامله‌دار نیک است کسی که نیک معامله میکنه اینمی قسم میکنه که بر علاوه که طلاقم میده بازم احسان میکنه بازم از اخلاق اسلامی کار میگیره و این طلقتموهن اگر شما طلاق میدید تر زنا را من قبل ان تمسوهن پیش از اینکه هم بستری کرده باشه امرای زنا و قد فرضتم او در حالی که شما مقرر کرده باشه لهن برای تر زنا فریضه مهر فنصف ما فرضتم پس لازم است بالای شما نیمی اونمو مهری که فرضتم شما مقرر کرده بوده الا یعفون مگر که عفو بکنه همین نصفی چی را مهر همی زن تالی را ندادد بودی آلی سری تو واجب بود که طلاق داده زنه نصف مرا باید برش بدی زن میخیزه میگه نه چون که قطمه یک تنها خواستگاری و عقد نکاح شده در خانهت نامدیم تیر از همی مهر عفو میکنه با سرت نیسته یک او یعفو الذی یعفو میکنه الذی و کسی که بیدهی در اختیارش عقدت النکاح فیصله نکاح است عقد نکاح که در اختیارش است او عفو میکنه او کی عفو میتونه در وقت عقد نکاح مکمل مهر به زن داده تالی را در خانه ناورده طلاق واقع شد آلی امو زن بعد نصف مهر بری تو چی کنه پس بپردازه لیکن تو میگی نه برو امو نصف مهر دیگه هم از تو باشه در این صورت باز یکی بالای دیگه دادن و پرداختن نیسته چرا عفو صورت گرفت او قرآن دی دعوت هم میده و ان تعفو اقرب للتقوی اگر تو عفو میکنی شوهر یا زن یعنی حقوقی تانه یکی به دیگه عفو میکنه خیلی نزدیک است به تقوا